رضا علیپور در سال 1373 در یکی از روستاهای تبریز به دنیا آمد، جایی که هنوز کسی اسم ورزش سنگ‌نوردی رو هم نشنیده بود. در ابتدا رضا علیپور به کشتی علاقه داشت و در سن 10 سالگی پسر دویشون رو ورزش سنگ‌نوردی آشنا کرد. رضا در نوجوانی تمرینات فشرده‌اش رو شروع کرد. بدون مربی اولین بار در سال 1391 در مسابقات جام فجر مدال طلا رو کسب کرد. چند سال بعد در مسابقات قهرمانی آسیایی همدان شرکت کرد و موفق به کسب مدال نقره شد. در نهایت در سال 2017 در رقابت‌های جام جهانی چین با ثبت رکورد 5.48 ثانیه به سریع‌ترین انسان در سنگ‌نوردی در طول تاریخ تبدیل شد و عنوان سریع‌ترین مرد عمودی جهان رو از آن خود کرد. قبل از رضا علیپور رکورد این رشته دست دنیل بود از اوکراین، ولی رضا با تلاش بی‌وقفه تونست نامش رو در صدر جدول جهانی ثبت برسونه. و رضا علیپور هنوز هم تلاش میکنه برای ثبت رکورد دیگه. قرار نیستم به این زودی شکسته بشه. و لایک و ساب فراموشتون نشه.